أهلا وسهلا، بارك الله فيك. برادر و خوارایزم حفظكم الله بفرمایید. کسانی که متنها را سپرده میخوان بفرمایید. کسی هست متن سپورت حدیث باشد نواقض عموما متنهایی که است نباشند اگر درس شروع میکنیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. إن شاء الله يا شيخ خبرتنا إن شاء الله. الحمد لله خوب هستیم برادر، بارک الله فیک. إن شاء الله قواعد الأربعة بسبرم. بهترین برادرم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله للطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي نارهم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبهم من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه شبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكره الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع أموره، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم لتوجهنا إليهم إلا لطلب قربة والشفاعة. والدليل قربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فشفاعة منفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون
هم الظالمون. والشفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله، والشفيع مكرم بالشفاعة، والمشفوع من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والدليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والدليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة ويعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شرك دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. تمت بحمد الله. حفظك الله. بهترین. بارک الله فیک. یکی از متن‌های بهترین که حفظش هم آسان است، ولی در درون این متن مختصر و کوتاه و آسان بیان و آسان حفظ بزرگترین منهج از منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. بارک الله فیکم. ما حالا کمی بیان معنای این بارک الله فیکم متن را به شما مختصرا میگوییم، چه خیلی که نواقض الاسلام را مختصرا به شما در 15-20 دقیقه گفته بودیم. شیخ الاسلام محب رحمه الله میگویند که اولی کتابشون را بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله الرحمن الرحیم. میپرسم الله کریم که رب العرش العظیم است
که تو را در دنیا و آخرت دوست بدارد و تو را مبارک قرار بدهد، در کجای نباشی، و تو را از جمله همون بندگان قرار بدهد که وقتی که به تو نعمت داده شد شکر بکنی و وقتی که به بلای گرفتار شدی صبر بکنی، وقتی که گناه کردی استغفار کنی. انا همین سه چیز عنوان سعادت این دنیا و آخرت است: شکر بر نعمت، صبر بر بلا و مصیبت، بر ابتلا و مصیبت، استغفار به گناه و معصیت. این سه چیز، شکر، صبر، استغفار، عنوان سعادت دنیا و آخرت است. الله سبحانه و تعالی تو را به طاعتش کمک بکند. بدان که حنیفیه این ملت ابراهیم است. حنیفیه یعنی موافق بودن به حق، در راه حق بودن، در منهج بودن. این در ملت ابراهیم بودن است. هر کسی که در ملت ابراهیم نیست در منهج نیست. هر کسی که در ملت ابراهیم نیست در راه حق نیست، در حنیفیه نیست. این ملت ابراهیم چی است؟ این است که ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین، یگانه الله را عبادت بکنی مخلصانه، یعنی خالصانه، با توحید و با ترک شرک. همه دین را تنها به الله انجام بدی، یگانه الله عبادت بکنی، مخلص باشی، موحد باشی. چخیلی که الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من خلق نکردم جن ها و انسان ها را مگرم به خاطر عبادت. سوره زرات 56. پس زمان فهمیدی که الله سبحانه و تعالی تو را تنها به خاطر عبادت خلق کرده است، پس بدان که همون عبادت نامیده نمی شود مگرم با توحید. یعنی بزرگ بودن توحید رو ببینید. الله ما را تنها به خاطر عبادت خلق کرد. اکنون شما فهمیدید که همون عبادت ها به خاطرش خلق شده اید، همان وقت عبادت است که با توحید. وقتی که توحید انسان نداشته باشد عبادتش عبادت حساب نمی شود. العبادت لا تسمى عبادتا الا مع التوحید. عبادت نامیده نمی شود مگرم با توحید. بدون توحید هیچ وقت عبادت گفته نمی شود. چگونه ای که نماز نامیده نمی شود مگرم با طهارت. وقتی که یک کسی نماز شب و روز نماز خواند ولی وضو نداشته باشد، طهارت نداشته باشد، پاکی نداشته باشد، نمازش به او فایده ندارد. نمازی بی وضو، نمازی که در نجاست است، نمازی که پاک انسان پاک نیست، این نماز حساب نیست اگرچه 10 سال خواند. این عبادتی که شب و روز بکنی، حج، زکات، روزه، این آن، ولی توحید وجود ندارد، عبادت قبول نیست. فاذا دخل الشرك في العباده فسدت. وقتی که شرک به عبادت داخل میشد عبادت تو فاسد میشود. چگونه ای که وضو اگر بشکند در طهارت شکند، یعنی یک وضویی که داشتی یک شکننده وضو داخل شد طهارت شکست، انا همچنین شرک عبادت را، اسلام را، ایمان را میشکند. پس وقتی که فهمی و شناختی و دانستی که وقتی همراه به عبادت شد عبادت فاسد می شود، عملت حبط می شود و صاحب شرک، هر کسی که شرک می کند مشرک می شود و اگر توبه نکردن بمیرد خالدن مخلدن ابدالابد در نار جهنم باقی می ماند. وقتی که همین سخن فهمیدی، وقتی که همین منهج فهمیدی، برای تو چی مهم می شود؟ بعد برای تو مهم می شود که تو باید شیرزی، تو باید بفهمی، بدانی که توحید چیست و شرک چیست. زیرا که اگر شرک نفهمیدی، ندانستی، شرک انجام میدی، توبه نکرده انسان وقتی که میمرد جهنمی میشه. پس وقتی که این سخنها را فهمیدی به تو لازم است، ضرور است، مهم است که بشناسی، بفهمی آن چیزهایی که برای تو ضرور است تا که الله سبحانه و تعالی تو را از تمام شاخه ها و شبکه های شرک به الله سبحانه و تعالی نجات بده. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 116 میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله
سوره نساء آیه 116 هم است، سوره نساء آیه 102 سوره نساء آیه 48 است. به درستی که الله نمیبخشد هر کسی را که به او شریک قرار داده است، یعنی مشرکا را نمیبخشد و بجز شرک و بجز شرک اکبر و کفر اکبر دیگر گناه ها را الله به کسی خواهد میبخشد. این است یک مقدمه در این کتاب قواعد الاربعه، متن قواعد الاربعه. مقدمه همین است که به تو میفهماند که ای انسان، تو به این دنیا به خاطر دنیا نآمدی، به خاطر جنگ و جدال نآمدی، به خاطر خانه پوشی و عزاداری و توی و فرزنداری نآمدی، تو به خاطر عبادت آمدی. در این دنیا عبادت میکنی، موحد میشوی، عاقبتت خوب است و جنت است. در این دنیا اگر عبادت نکردی یا عبادت کردی و شرک کردی، بدون که عاقبت جهنم است، بهوده میروی. بدون که به این دنیا به خاطر عبادت آمدی. عبادت تو عبادت نمی شود مگرم با توحید. توحید نداشته باشی عبادت تو فایده ندارد. اگر شرک کردی عبادتت حبطه است. کسی که شرک میکند الله او را نمی بخشد. کسی که توبه نکرده از شرک وفات کرد ابدی جهنمی است. تو باید در ملت ابراهیم باشی. ملت ابراهیم یکتاپرستی است، توحید است، ترک شرک است، برات از کفار مشرکین است. کسی که موحد نشد، یعنی کسی که یکتاپرست نشد، شرک و کفر ترک نکرد، برات از کفر و شرک و کفار مشرکین نکرد، این در ملت ابراهیم نیست. کسی که در ملت ابراهیم نیست مسلمان نیست. تو باید این دانی. انا همین مقدمه کتابی متن قواعد الاربعه است که برادر ما حفظه الله به ما اعلی حفظ بیان کرد. بعد از این که مقدمه مهمی را به تو بیان کردن که تو به خاطر توحید، به خاطر عبادت آفریده شدی، عبادت به شرک عبادتت قبول نیست، انسان مشرک بخشیده نمی شود، اکنون باید بفهمی که 4 قاعده را دانستنت ضرور است. این 4 قاعده از کجا به وجود آمد؟ این 4 قاعده را خودی الله در قرآن ذکر کرد. لیکن همه قرآن را خوانده از درون قرآن مختصر 4 قاعده را بیان کرده نمیتواند یا جمع کرده نمیتواند. علما قرآن را میخوانند، جمع میکنند، به شما آسان کرده میتواند. از درون قرآن شیخ الاسلام این 4 قاعده را بیان کرد. برای من گفتند 4 قواعد ذکرها الله تعالی فی کتابه. 4 قاعده که الله در کتابش، یعنی در قرآن، در کلامش بیان کرد. قاعده یکم چیه؟ ای مسلمان، تو بدان، بفهم آن کفار مشرکینی که پیامبر به اونها جنگ کردند، کفار مشرکینی که در مکه بودند، در غیر مکه بودند، پیامبر به اونها جنگ کردند. کفار مشرکینی که در جزیره عرب و به خصوص در مکه پیامبر اونها را کافر گفتند، جنگ کردند. بدون که همین مشرکا اقرار میکردند که الله خالق است، مدبر است، رازق است، موراننده و زنده کننده است. اما این اعتقادشان، آنها یعنی اعتقاد داشتند که الله وجود دارد، یگانه خودش رزق میتید، یگانه خودش خالق است، یکتا و تنها خالق و مدبر و زنده کننده و موراننده است. اما این اعتقادشان آنها را به اسلام داخل نکرد. یعنی به همین اعتقاد آدم مسلمان نمیشود. فقط دلیل چی است؟ الله در سوره یونس آیه 31 میگوید که قل ما یرزقکم من السماء والارض. قل بگوی محمد، ما یرزقکم من السماء والارض. ای مشرکا، ای قریشی ها، به شما کی رزق میتید از آسمان و زمین؟ اما یملک السمع والابصار، کی صاحب این شنوایی بینایی است؟ و ما یخرج الحی من المیت و ما یخرج المیت من الحی، کی بیرون میکند از زنده مرده را و از مرده زنده را؟ کی این زمین و آسمان های این امر را نگه میدارد و تدبیر در دست کیست؟ کی مدبر است؟ مشرکین همه به یک صدا بیشک و بیشوبه میگفتند که فسیقولون الله، الله خالق است، رازق است، زنده کننده و موراننده است، مدبر الله است. پس اگر این چنین باشد افلا تتقون، آیا از الله نمیترسید؟ قاعده اول به پایان رسید. از این قاعده اول چی فهمیدید؟ قاعده اول خوب درک کنید. آدم فقط بگوید که بله الله یک و یگانه وجود دارد، الله خالق است، الله رازق است، الله میراننده، الله زنده کننده، الله نگهدارنده زمین و آسمان، مدبر الله است. این به این چیز اعتقاد داشته باشد، باوری داشته باشد، به همین مسلمان نمیشود. اگر به همین بگوید که آدم به همین الله خالق است، رازق است، مدبر است، یکتا و تنها خودش
ریسک میکرد، خلق کرد، زنده کننده میراننده گوید، آدم فقط به همین مسلمان میشود. تمام بگوید که ابو جهل، ابو لهب، ابو طالبه که اینا کافر مردن، عتبه و شیبه و ربیعه و دیگر کافره که در زمان پیامبر اینا کافر مرد، پس اونها رو مسلمان گفته میشد. نه، ابو جهل این اعتقاد را داشت. ابو جهل، ابو لهب اعتقاد داشت که الله خالق است، تنها خودش خالق است، تنها خودش زمین و آسمان خلق کرد. ابو لهب این عقیده را داشت. اینا عقیده داشتن که خودی الله رازق است، خودی الله خالق است، خودی الله زنده میکند و خودی الله میمیراند. غیر از الله هیچ کس زنده کرده و میرانیده نمیتواند. خودی الله نگهدارنده زمین و آسمان است میگفتند. لیکن پیامبر اونها رو میگفتند که ای کافرها، ای مشرکان. چی فهمیدید از این؟ از این میفهمید که مسلمانی فقط انا همین الله خالق است و رازق است و باور کردن به همین تمام نه. به این باید تو باور کنی، اگر این باور نکنی کافر بشی. لیکن دوام داره. خیلی که امروز در قاعده دوم، در قاعده دوم شیخ الاسلام فهموندن که یعنی همین مشرکایی که در زمان پیامبر بودند الله خالق، رازق، مدبر، محیی، ممیت میگفتند، همین ها اعتقاد داشتند که ما باید بین خود و بین الله واسطه گیریم. برای همین اینها میرفتند ذبح میکردند به لات و منات و عزا و میگفتند که ما دعوناهم و توجهنا الیهم الا لطلب القربة والشفاعة. ما این هیکل ها را یا این قبر ها را دعا نکردیم، به سوی اینها توجه نکردیم مگرم به خاطر نزدیک شدن به الله، مگرم به خاطر شفاعت. یعنی مشرکان نمیگفتند در زمان پیامبر بوده، مشرکان نمیگفتند که بارک الله فیکم این لات و منات برای ما اله هست، برای ما خدا هست، نمیگفتند. قبر برای ما خدا هست، نمیگفتند. سنگ برای ما خدا هست، نمیگفتند. الله برای ما معبودی بر حق است میگفتند. اما آنها بین خود و بین الله انا همین لات منات عزا را میگرفتند. برای چی؟ میگفتند که به واسطه اینها ما با الله نزدیک میشیم. انا همین ها ما رو به الله نزدیک میکنند. ما آدم های گناهکار خودمون راست الله برآمده نمیتوانیم. دلیلش هم سوره زمر آیه 3 است. الله میگه والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آنهایی که غیر الله به خود اولیا گرفتند، مشرک شدند، میگفتند که ما عبادت نمیکنیم این چیزها رو، ما یگانه الله هم میخواهیم، ولیکن این چیزهایی که ما عبادت میکنیم بین خود و بین الله واسطه میگیریم. اینها ما رو به الله نزدیک میکنند. الله میگه که الله در روز قیامت بین اینها اختلاف کردن حکم میکند و الله هدایت نمیکند دروغگویان و کافرها. مشرکین میگفتند که انا همین هیکل ها یا این قبرها، صاحبای قبر، صاحبای هیکل روز قیامت ما رو در نزد الله شفاعت میکنند. آنها نمیگفتند که در درون قبر بوده یا در این هیکل برای ما اله هست، ما الله ترک میکنیم، ما الله نداریم، نمیگفتند، بلکه میگفتند که اینها ما رو در نزد الله شفاعت میکنند. چه که در سوره یونس 18 آمده است که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفاعون عند الله. و یعبدون من دون الله، غیر الله عبادت میکردند در حالی که غیر الله برای آنها نه ضرر میرسانید نه فایده میرسانید، اما میگفتند که اینها شفاعت کننده ما در نزد الله است. به مانند اینکه امروز کسانی هستند که خود را مسلمان میگویند، امت رسول الله میگویند، میروند به سر قبر پیامبر یا به سر قبر کدام اولیای میگن که دعا میکنند به ما رو شفاعت، ما رو شفاعت در نزد الله ما رو نزدیک کنید، در نزد الله در حق ما دعا کنید. میگن همین عیناً کار مشرکین قریش به مانند اینها به مانند مشرکین قریش. و در داش میگن که شفاعت دو نمود است، شفاعت منفی و شفاعت مثبت. یعنی در اسلام شفاعت جایز ثابت شده وجود دارد و شفاعت ناجایز و منفی و رد شده است. شفاعت منفی این است که هر کسی که طلب کند از غیر الله چیزی را که غیر از الله هیچ کسی قادر نیست، یعنی به نزد قبر میروی از او میگویی که در روز قیامت مرا به جنت داخل کنید، در روز قیامت مرا شفاعت کنید، به من فرزند بدهید، در نزد الله مرا دعا کنید. اینها طلب شفاعتی که قادر نیست این کسی که مرده. این شرک اکبر است. حتی از زنده بگویی که مرا داخل جنت بکن، قادر نیست. پس این چیست؟ این شفاعت
که میطلبی مشرکی است. اما شفاعت مثبت آن چیزی که از الله میطلبی، شفاعت رو از الله میطلبی. مثلا از الله میگه هی الله در روز قیامت مرا برای شفاعت شدن نصیبم کن. الله مرا برای شفاعت شدن نصیبم کن. شفع محکرم بالشفاعت والمشفوع له من رضی الله به، یعنی الله هم به شفاعت کننده و هم به شفاعت شونده اجازت میده. اگر الله اجازه داد هیچ کسی شفاعت کرده نمیتونه. این قاعده دوم. از قاعده دوم چی میفهمیم؟ از قاعده یکم فهمیدیم که مشرک قریش توحید ربوبیت داشتند. مشرک قریشی که جهنمی شده توبه نکرده برفتند به توحید ربوبیت ایمان داشتند، اما فقط توحید ربوبیت آنها را مسلمان نکرد. بدون توحید الوهیت مسلمان نمیشه. بعد از این قاعده دوم به ما میفهماند که قریش شرک را دیده و دانسته این شرک است، این کفر است، من کافر میشوم، من مشرک میشوم گفته نمیکرد. مشرک قریش از سبب جهل، از سبب جاهلی، این قریشی های مشرک نفهمیده فکر میکردند که آنها اگر به واسطه این نام های آدم های صالح، این هیکل ها، این اله های باطلشان به الله مراجعت کنند، آنها شفاعت میشوند و آنها دعایشان قبول میشود و به الله نزدیک میشوند. اما این عذر نشد. یعنی مشرکای قریش الله به ربوبیت به ایمان داشتند، اما بین خود و بین الله واسطه گرفتن به سبب جهل، به سبب تعویل، به سبب بیعقلی، به سبب تقلید به باباهایشان و جهل و تعویل. اما عذر نشد. قاعده سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک قوم آمدند و دعوت را شروع کردند. اولین دعوتشون از همین مشرک قریش بود. بله، به همین قوم آمدند. این قوم در عبادت گوناگون چیزها را عبادت میکردند. قسمی از این مشرکای قریش ملائکه را عبادت میکرد. بعضی آدم ها بود که ملائکه را عبادت میکرد. در همین مکه در بین قریشی ها بعضی آدم های بود که پیامبرها و صالحا آدم های گذشته را عبادت میکرد. در همین بین قریشی ها آدم های بود که یا در همین جزیره عرب آدم های بودند که سنگ عبادت میکرد، درخت عبادت میکرد. و این چنین در بین این مشرکینی که پیامبر دعوت میکردن آدم های بودند که آفتاب و ماهتاب عبادت میکرد. یعنی یکتن که الله خالق است، مدبر است، زنده کننده است، اما بین خود و بین الله واسطه میگرفتند. قبر پیامبر، ملائکه را و غیره و غیره. بعضی اینها سنگ، بعضی اینها درخت، بعضی اینها آفتاب و ماهتاب عبادت میکرد. آیا پیامبر بین اینها فرق گذاشتند؟ نه، گفتند که همه شما مشرکید. پیامبر پرست هم مشرک است، ملائکه عبادت کننده و پرست هم مشرک است، سنگ پرست هم، آفتاب و ماهتاب پرست و درخت پرست و همه شما برابر مشرکید. پیامبر پرست، ملائکه پرست مسلمان است و دیگران مشرک است؟ نه. پیامبر پرست، پیامبر قبرش عبادت کردی، ملائکه را از پیش خودت عبادت کردی، سنگ و درخت و شیطان و هیکل برابر است. آفتاب و ماهتاب با همت یک نمود مشرک است. فرق نگذاشتن، برابر به اینها جنگ کردن. چه خیلی که در سوره انفال است، سوره آیه 39 الله میگه وقاتلهم حتی لا تكون فتنه ويكون الدين كل به اینها بجنگ، به همش تا که فتنه یعنی کفر شرک نابود شد، به همه دین الله شد. در اینجا دلیل برای این آفتاب و ماهتاب که این قوم آفتاب پرست بودن، ماهتاب پرست بودن، همه این دلیل ها ذکر شد. شرط نیست که ما به شما بگیم معنای قاعده رو فهمید. قاعده چهارم، در چهارمین قاعده میگویند که یعنی از قاعده سوم چی ما فهمیدیم؟ قاعده اول میگه که مشرکا توحید ربوبیت داشتن، الله خالق و رازق میگفتن، الله به ایمان داشتن در ربوبیتش، اما از سبب جهل، از سبب تعویل، از سبب تقلید بین خود و بین الله واسطه و شفاعت کننده گرفتن، قبرها را یا این چیزها را. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که آمدن، انسان ها مشرکا هر خیل بودن، هر چیز میپرستن، پیامبر بین اینها فرق نگذاشتن، همیشه مشرک.
قاعده چهارم میفهماند که مشرکایی که در زمان ما امروز هست غلیظتر بدتر از مشرکای زمان پیامبر است. مشرکای زمان پیامبر بوده خودشان را امتی ابراهیم میگفتند که ما امتی ابراهیم علیه السلام هستیم. همون مشرکایی که در زمان پیامبر بودند خود را امتی ابراهیم گفته ختنه میکردند، مردها را ختنه میکردند، در همون کودکیش حج میکردند، در گرد خانه کعبه طواف میکردند، خانه کعبه را احترام میکردند، حاجی ها به صدقه میدادند، آب میدادند، ثواب ایمان داشتند به ثواب و عذاب، به جنت و دوزخ. یک قسمی از اینها ایمان داشتند به جنت و دوزخ. البته کسانی بودند که کافر بودند. مثلا اینها ایمان داشتند که الله یکتا و یگانه و تنها خودش خالق است، رازق است، مدبر است، زنده کننده و میراننده است. اما میگفتند که ما بنده های پست و گناهگار و عاجز و این و آن، الله ما را دعای ما را قبول نمیکرد. به واسطه لات و منات و عزا را بین خود و بین الله شفاعت کننده قرار میدادند، واسطه قرار میدادند و به الله مراجعت میکرد. آنها هم خودشان را امتی ابراهیم میگفتند. عاقبت بعد از مردن خودشان جنتی فکر میکرد. پیامبر آمدن آنها را تکفیر کرد. امروز باشد، امروز در زمان ما هم آدم‌هایی هستند که خودشان را امتی محمد صلی الله علیه و سلم میگن، به مانند مشرکین قریش. مشرکین قریش خودشان امتی ابراهیم میگفتند، امتی یک پیامبر. امروز هم کسانی هستند که خودشان را امتی محمد میگن صلی الله علیه و سلم، یعنی خودشان مسلمان میگن. یک، اینها ختنه میکنند، خیلی که قریشی ها ختنه داشتند، نکاح میکنند. امروز هم خودشان امتی پیامبری، ما نکاح میکنیم. قریشی ها هم نکاح داشت، طلاق داشت. قریشی ها هم تو آمده از کوچک زن برده زنا نمیکرد، بلکه نکاح طلاق داشت. امتی محمد میگن، ختنه میکنن، نکاح دارن، طلاق دارن، حج میکنن، عمره میکنن، صدقه دارن، الله خالق میگن، رازق میگن، مدبر میگن، خودیش رزق میتید، خودیش زنده میکنن، میمرانن میگن. اما میگن که ما باید بین خود و بین الله واسطه گیریم، عیناً به مانند مشرک قریش. مشرک قریش هم خودش امتی ابراهیم میگفت، اینا خودش امتی محمد میگفت. مشرک قریش بین خود و بین الله واسطه گرفت، اینا هم واسطه میگن. مشرک قریش بین خود و بین الله هیکل لات منات عزا را گرفت، اینها بین خود و بین الله قبر واسطه میگیرند. قبر اولیا، قبر صالحین، قبر نامعلوم و مجهول یا قبر انبیاء. این امروزه مشرکایی که در زمان ما هست و خودش امتی محمد میگه، از مشرکای زمان پیامبر که خودش امتی ابراهیم میگفت، امروزه مشرکا سخت‌تر و بدتر است. برای چی؟ از کجا؟ یک فرق داره. مشرکایی که در زمان پیامبر بود خودش امتی ابراهیم میگفت، وقتی که به بالایش یگان بلا می آمد، مصیبت می آمد، غرق و سختی و این و آن میشد، یک باره یک تا و تنها الله به مراجعت میکرد، یا الله تنها تو مرا نجات میدی، نجاتم تی غیر از تو کسی نیست. اما امروزه مشرک ها باشه در حالت غرق شده ایستادنشم، یا سید فلانی یا اولیای فلانی مرا نجات میگه. اما قریشی هایی که در زمان پیامبر مشرک بود، آنها در وقت سختی یک بار الله میگفت. امروز مشرکا سختی بم الله هست را میشن. انامین است که امروز مشرکا سخت‌تر است. پس این چهار قاعده به تو میفهماند که من امتی ابراهیم هستم. گفتن این مشرکین الله خالق است و رازق است، گفتن اونها بین خود و بین الله جاهل و قلیدانه واسطه گرفته شفاعت طلب کردن، آنها را نجات نداد. پیامبر آنها را تکفیر کردند، آنها را به قتل رسانیدند. قسمی از آنها را ابو جهل و این آن را، و قسمش خودش وفات کرد و جهنم رفت. قسم دیگرشون که توبه کردن الحمدلله الله از اونها راضی شد. امروز هم اگر کسی جماعت بیاید مردم بگوید که ما امتی محمد هستیم، ما بعضی از گفته های محمد صلی الله علیه و سلم را بکند، آداب، اخلاق، پاکی، حج، عمره، ختنه، نکاح، طلاق، صدقه، اما
بین خود و بین الله واسطه گیرد. قبر پیامبر رفته عبادت کن. ای پیامبر مرا شفاعت کن. ای پیامبر من از تو طلب شفاعت میکنم. ای پیامبر بین از الله در حق من دعا کن بگوید. اینا شرک اکبر است. این مشرک میشود به مانند مشرک قریش است. قبر ببرده ذبح کن. قبر مراجعت به حکم غیر الله کن. حکم به حکم غیر الله کن. اینا به مانند مشرک قریش است. انا همین این قاعده را خودی الله در قرآن بیان کرد. الله به شما میگه که نمی خیلی انسان ها مشرکن. امروز انکنون به حالت این امتی که دعوا میکنه که امتی رسول الله است نظر بکن. به مردم خودت نظر بکن که در بدیهه خودت به شهر خودت نظر بکن که میلیون ها انسان دعوا میکنن که من امتی محمد هستم. انا بینید مردم میگه که من مسلمانم. میگویی چه مسلمانی؟ میگه که من خرد بودم پدرم ختنه کرده بود. من مسلمانم. ما میگیم چه مسلمانی؟ میگه که من باوری دارم که الله یکتا و تنها خالق است. فقط رزق الله میتید. زنده کننده و میراننده الله است. این زمین آسمان فقط الله نگه میداره. من مسلمانم. انا بین من نکاح دارم. انا بین من طلاق به باوری دارم. نکاح انا من امتی پیامبرم. نکاح طلاق من مسلمانم. بین من صدقه میدیم. من حج رفتم عمره رفتم. اما نماز نیست. اما قبر پرست است. میگه که من آدمی گناهکارم. من بین خود و بین الله پیامبر صلی الله علیه و سلم واسطه میگیرم. مدینه میرد روبروی قبر پیامبر ایستاده اسالک شفاعت یا رسول الله. میگه مشرکین ای پیامبر رسول بنده گناهکارم در حق من در نزد الله دعا کن. ای پیامبر من شفاعت کن. یا به نزد قبر میرود. دهه نیست، شهر نیست، مگرم این که مزار وجود دارد، مقبره وجود دارد، قبر وجود دارد، علامت کفری و شرکی وجود دارد. حالا که از نظر اسلام این مزارها باید همیش فوراً نابود کرده، همیش به خاک یکسان کرده شد. اینها مکانهایی که غیر الله عبادت کرده میشه، قبرهایی که غیر الله عبادت کرده میشه. هر سال میبینید میلیون ها انسان به قبرها میروند، در گردش طواف میکنند، ذبح میکنند و از اونجا میگن که عمر پسرم دراز شود. اولیاء صالحین الله بگوید الله عمر پسری من دراز کند. بعد از این که ما میگیم که آی تو مشرک شدی، تو مشرک هستی، میگه که نه، من از قبر طلب نکردم. من فقط گفتم که ای قبر ای اولیاء الله بگو، من از الله طلب کردم. انا مینا هستم به مانند مشرک قریش. من امتی پیامبر هستم، من مسلمان هستم گفتن کافی نیست. تو باید در ملت ابراهیم علیه السلام باشی. یعنی ان تعبد الله وحده لا شریک له مخلصا له الدین. یگانه الله عبادت بکنی، تنها و یکتا موحد باشی و از شرک و مشرکین و از کفر و کافرین برات کنی. انمی قاعده را امروز برادری ما از یاد گفتن و از یاد کردن و فهمیدن این قاعده برای هر یک مسلمان ضرور است. زیرا که این قاعده چهار قاعده ای که خود قرآن این قاعده را بیان کرده است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. این بود مختصر شرح قواعد الاربعه. البته ما قواعد الاربعه این کتاب را، متن قواعد الاربعه را در 12 حلقه شرح داده است. 10 ساعت 12 ساعت گوش کنید، خیلی مهم است، خصوصا در بالای ملت ابراهیم، کفر بالطاغوت، شفاعت. در اینجا همیشه گوش کنید 12 حلقه. و عیناً همین متن اینچنین به طرز کتاب هم همون درس ما رو به طرز کتاب هم نوشته برآورده است. ببینید کتاب هم شرح قواعد الاربعه وجود داره. از درس ما کدوم خواهری و برادر نوشته بود که الله اجرش منها بده. دینتون رو بیاموزید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام